باره یک برادری افغان قطعی همصحبت شدم. در رفت صحبت از معاشم پرسان شد. به خاطری که برای همصحبتم فهمه باشه ما به ارز خارجی جواب دادم که $300 امریکایی معاش میگیرم. برادر افغان گفت که $1500 ما در افغانستان جنگ زده معاش میگیرم. لیکن همین $300 تو افضل است، خوبتر است از 1500. ما سوال کردم که چی با؟ گفت که من صبحگاه میخیزم امید بازگشت ندارم، تفلکام قطعی ودا میکنم، خیر خوش میکنم. این وطنی شما را بین، گفت تنجی را امانی را بین، شب میگردی روز میگردی، امی سرورتان امی پیشواتان گفت بدنداناتان بخپید، زیرا که تنجی آسایشتهی مملکت از سرور وابستگی دارد. این صحبت سبب شد و شریفخان کریمов به خاطر ارجگذاری به خدمت‌های پرزیدنت امامعلی رحمان پیشنهاد کرد که عکس او در 1000 سومانی تصویر شود. حتی اولین شده از طریق کامپیوتر نسخه و طرح 1000 سومانی را ساخت. زیباترین رسمی پیشوای ملت دریافت کردم در همین قصر، در پیش قصر ملت در روی همین 1000 سومانه و در قفاش برای تاریخی بدن قصر ارباب در خوجان که 16 شورای عالی در همینجا گذشت. جناب عالی نخستین بار از منبر برآمد کرده به سوی مردم من به شما صلح میآورم. همین نخستین سخنش بود. برای همین من همین درگاه قصر ارباب قصر با برکت چی شماریدم حساب کردم که در همین سوم جای کنم. نمونه قالب 1000 سومانی ساخته شریفخان کریمов را وکیلان ناحیه شهرینو پشتیبانی کرده برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند. کم آدم یافتم که طرفدار نباشه و مقابل گپ زده باشه. مجلس نمایندگان این پیشنهاد شریفخان را به بانک ملی ارسال کرد، زیرا صلاحیت نشر پول بر عهده این بانک است. پول ملی سومانی 30 اکتبر سال 2000 به معاملات برآمده است. در روی بانکنوت های 1 3 5 10 20 50 100 200 و 500 سومانی عکس های میرزا ترسونزاده، شیرینشاه شاه تیمور، صدرالدین عینی، میر سعید علی حمدانی، ابو علی ابن سینا، باباجان غفورов، اسماعیل سومانی، نصرت الله مخصوم و ابو عبدالله رودکی نشر شده است.